سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پست‌های خانگی. ما امروز همراه مود پیراژنی در اسکواراتکا تیار میکنیم. به طرز تیار کنیش آسان. محصولات لازمه برای ما 3 دانه تخم، 4-5 قاشق روغن رستنی، 2 قاشق کاکائو، کمتر نمک گرفتم باید کاکائو به 4-5 قاشق شیر یا که آب کنیده میشد، 100 گرم شکر разрыхлитель و 200 گرم آرد لازم است برای خمیرش. همین محصولات ها برای تیار کردن پیراژنی ما لازم است. ما 3 دانه تخمه با 100 گرم شکر کمتر لاد میزنیم. با وینچر میتونید با میکسر یا که بلندر لاد زنید. بسم الله الرحمن الرحیم. تا شکرش آب شده نه. من میتونم آب کریم. ما اکو من شیر. من 2 قاشق روغنی رستنی. شروع میکنیم. طرز تیار کنش بهت آسان و دسترس. مثلا تفتمان تو ناز نپذیر نه اسکواراتکا میپذیر. نه آردامو همراه میکنیم. 200 گرم آرده. باید 200 گرم آردامو و حتما نه разрыхлитель نه کاکائو و نمک. میتونید پیراژنی سفید تیار کنید. من از این کاکائو تیار کردم. شرط نه کاکائو. من خمیری ما هم تیار شد. نگاه کنید. نه قفس نه سیخ. خمیری بیسکویت کمتر قصتر شود. من یخی محصولات حاصل شد. ما این نکو ولی گاز با اسکواراتکا پخته میگیریم. ما کانتر اسکواراتکا ما چرب میکنیم. روغن قطعه و خمیر ما میگیریم. کلچه شکر میگیریم. تنکتر میگیریم. خواهید کلانتر، خواهید مایتتر، چخیل که خواهید میریزید. نمیتر سرخ میکنیم. نه ما چاق میکنیم. نمیتر پخته میگیریم همشه ما. نمیتر همیشه پخته میگیریم. من مثل اولادشکا پخته گرفتیم. ما کنه آرامیتیم. برای گلازورش من 5 قاشق شکر گرفتیم. من 3 قاشق کلان کاکائو همراه میکنیم. من 5-6 قاشق آب خنک همیشه شروع آمیخته کرده بالا گزنده تا جشتنش میگذاریم. من ما оладушкаму ба яъне пирожнему ба қабаташ ба варианти сугушонка мемолӣ. метавонед ҳамто сугушонкаи худаша молӣ. ҳар якша кара баробар кара мегирем. ман пирожничаи сугушонаи молоко карам. мана гирдакошам карам. мо кокосови стружка ба мана меғелонем. кокосови стружкато набошад метавонед ҳамин 2 кошчия қима кара гирдашба зир кунед. برای باز هم زیباتر شدن. من خیلی کاکائوی سтружка گرفتم. کاکائوی سтружка می همه میتونه به حد شروع میکنه. نه همیشه اینطور کاکائو میگیریم. به طرز تیار کنش آسان برای فرزندا. زفترک فرزندا به حد نغز. من گلازورما تیار شد. من میشاک بگرفتم. میتونید سالفان بگیرید. نه آرامیتیم اکو. پرستا آرامیتیم. میتونم
باز نمودش زیبا و بلندتر میشه. من چگونه میبینید پیراژنی های ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چقدر زیبا آمد. درونش ریز کریم بینیم. خیلی درونش چقدر آمده است. من نگاه کنید خباتش چقدر آمده است. نه. شما هم حتما برای نزدیکان خود، برای فرزندان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتsia کنید، یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.